سلام و وقت بخیر. امیدوارم هر کجای زندگیتون هستید در صحت و سلامتی کامل باشید. امروز میخوام در مورد نشانه‌های مخفی افسردگی با شما صحبت کنم تا اینکه بتونید زودتر شناسایی کنید این بیماری افیونی، این هیولای سیاه افسردگی رو. هرچه سریعتر ما این نشونه ها رو متوجه بشیم، سریعتر هم میتونیم به درمان خودمون کمک کنیم. متاسفانه افسردگی یه سری نشانه های مخفی و ریزی داره که اگر دیر شناسایی بشند و این افسردگی تشدید پیدا کنه، باعث مرگ و یا خودکشی ما میشه. یکی از اون نشونه های افسردگی پنهان اینه که این افراد تمایلی ندارند از دیگران کمک بگیرند، از این که از دیگران درخواست کمک کنند خجالت میکشند، میترسند. چرا؟ چون خود این افسردگی این اجازه رو به این افراد نمیده. افسردگی انگیزه رو از این افراد میگیره تا اینکه برای خودشون هیچ کاری نکنند. یک روان سالم وقتی که توی زندگی با مشکلات مواجه میشه از اطرافیان کمک میگیره. اگر ما در هر قسمتی از زندگیمون هستیم تحت فشار و روحی روانی قرار داریم، توی بحران‌های زندگی داریم به سر میبریم، ولی تمایل به درخواست کمک از دیگری رو نداریم، یعنی ما افسردگی پنهان داریم عزیزان. و متاسفانه این افسردگی پنهان و یا مخفیانه شخص رو به روزی میرسونه کاری میکنه که اون شخص هیچ اقدامی برای خودش نکنه. و اگر اجازه بدیم طول بکشه این افسردگی مخفیانه، کار دست ما میده و میتونه کشنده باشه. منی که افسردگی پنهان و یا مخفیانه دارم، تمایل دارم تنها باشم. دوست ندارم از این مرز و حاشیه خودم بیرون بیام. در تنهایی احساس تأسف میخورم به حال خودم. منی که افسردگی پنهان دارم توی جمع‌ها شرکت نمی کنم. ترجیح میدم در تنهایی با خودم باشم تا اینکه در جمع شرکت کنم. متاسفانه وقتی که ما افسردگی پنهان داریم خودمون متوجه نمیشیم و فکر میکنیم مسئله جدی نداریم، یه چیز طبیعیه. ولی این نشونه های افسردگی پنهانه که باید سریعا هم شناسایی بشه. و افسردگی پنهان و یا مخفیانه بچه‌ها به تنهایی قابل درمان نیست. چرا؟ چون که مثل یک سایه سیاهی که اطراف ما رو در بر گرفته، اصلا اجازه خوب فکر کردن رو به من و شما نمیده. به تو میگه تنهایی خوبه، تو تنهایی بمون و تو باور میکنی که باید در این تنهایی و در این تاریکی بمونی. و ما حتما نیاز داریم از دیگران کمک بگیریم. منی که افسردگی مخفیانه دارم احساس قربانی بودن میکنم. من به راحتی در جمع‌ها حاضر نمیشم. به موقع سر کلاسم نمیرم، به موقع سر کارم نمیرم.
قرارهامو کنسل میکنم و بدتر از همه دوست دارم تنها باشم. این تنهایی حال ما رو بدتر میکنه. اگه واقعا فرد افسرده‌ای هستیم باید از تنهایی بیرون بیاییم. تنهایی به ما هیچ کمکی نمیکنه. منی که افسرده هستم به صورت مخفیانه، یعنی خودم هنوز واقف نشدم که این افسردگی رو دارم، من به راحتی از دیگران کمک نمیخوام و فکر میکنم از پس تمام مشکلاتم برمیام و اشتباه هم فکر میکنم. و یا اینکه فکر میکنم دیگران نمیتونن به من کمک کنند و یا حتی ترس دارم دیگران در مورد مشکلات من بفهمند. نشونه‌های افسردگی پنهانه. من وقتی که افسردگی پنهان دارم تماس‌های تلفنی رو نادیده میگیرم. افرادی که افسردگی پنهانی دارند این افراد خشمگین هستند. هم نسبت به خودشون خشم دارن هم نسبت به دیگران. به همین دلیل هم هست که راحت با دیگران نمیتونن ارتباط برقرار کنن به علت همون خشم درونی که دارند. متاسفانه بیماری افسردگی روی کیفیت خوابشون هم تأثیر میذاره. 2 مدل خواب به اینا میده. یه سریاشون اصلا تمایل به خواب ندارن ولی وانمود میکنن که خواب دارن. اینم به خاطر اینه که میخوان از جمع فرار کنن، نمیخوان توی جمع باشند. چرا؟ نمیتونن راحت بخوابند. زیاد درگیر اون افکار منفی و نشخوارهای فکری هستند. درگیر گذشته هستند. بیشتر تمرکزشون روی چیزهایی است که از دست دادند و الان ندارن، اونا رو ندارند. به خاطر همین نشخوارهای فکری راحت نمیتونن بخوابن. حالا یه دسته دیگه شون هستند که تمایل زیادی به خواب دارند. دوست ندارن از رخت خواب بیدار بشند. چرا؟ چون انگیزه‌ای ندارن برای ادامه دادن. این افسردگی پنهان حتی روی خلق و خوی ما هم تأثیر میذاره. من قبلا عاشق کارم بودم، کارمو دوست داشتم، اما الان دیگه از کار کردن لذت نمیبرم چون انرژی ندارم. متاسفانه این هیولای افسردگی داره از انرژی ما تغذیه میکنه. برای من انرژی نمیذاره، منو دچار کمبود انرژی میکنه و من توانی ندارم دیگه کار کنم و به علت همین کمبود انرژی بی دلیل قرارها و ملاقاتهای مهم رو چیکار میکنم؟ کنسل و یا لغو میکنم. منی که کم انرژی میشم تنبل میشم، به راحتی نمیتونم کار کنم، کارها رو به تعویق میندازم و حتی این دیو سیاه افسردگی روی تغذیه ما و طعم غذاهای ما هم تأثیر میذاره. دیگه من از غذا خوردن لذت نمیبرم، طعم غذاها رو درک نمی کنم و احساس نمی کنم. من کم اشتها میشم و یا اینکه احتمال داره اشتهامو از دست بدم. افرادی که افسردگی پنهان دارند دچار حواس پرتی ها میشن، یعنی خودشون از قصد حواس خودشون رو پرت میکنن، یا زیاد فیلم میبینن یا زیاد موزیک گوش میکنن یا اینکه توی تمیزکاری زیادی وسواس به خرج میدن. اینم از نشونه های مخفی افسردگی یا همون افسردگی پنهانه. اگه این نشونه ها رو دارید
عزیزان بدونید که متاسفانه افسردگی پنهان دارید و این افسردگی پنهان یه سری عادتهای بدم به ما میده. باعث میشه که ما مثلا پوست لبمون رو بکنیم، بخصوص وقتی درگیر فکر کردن میشیم یا توی اون توی فکرهای منفی میفتیم، جوش هامون رو میکنیم، پوست لبمون رو میکنیم، موهامون رو دونه دونه میکنیم. این هم از عادتهای بد افسردگی پنهانه. آماری که جدیداً از این نوع افسردگی پنهان گرفتند متوجه شدند که میلیون‌ها نفر الان درگیر این افسردگی پنهان هستند و این افسردگی پنهان داره انسانها رو فریب میده و به انسانها این حس رو القا میده که زندگی اصلاً ارزش زیستن نداره، زندگی به خودی خود معنایی نداره. اصلا چرا من باید تلاش کنم؟ زندگی ارزش تلاش کردن نداره. با اون افراد افسرده هم که خیلی توی زندگیشون دارن تلاش میکنن و به ظاهر خیلی خوشحالن و لبخند میزنن، متاسفانه اینا از درون حالشون خوب نیست و از درون غمگینن و از درون گریه میکنند. عزیزان اینا بود نشونه های افسردگی پنهان و یا مخفی. امیدوارم که نهایت استفاده از این ویدیو رو برده باشید و نشونه ها رو جدی بگیرید و من میدونم از 10 نفری که این ویدیو رو میبینن 9 نفرشون افسردگی پنهان دارند. عزیزان تنها کمکی که میتونیم به خودمون کنیم اینه که واقعا از دیگران کمک بگیریم، از افراد متخصص، از یک روان درمانگر، از یک درمانگر، از یک روانپزشک، از یک مشاور، از یک روانتراپ کمک گرفتن عیب نیست. اگر واقعا این علائم مخفی رو داریم ما حتما باید کمک بگیریم.